بابایی چرا منو شلاق میزنی؟ خفه شو ساکت باش. طول سگ شکستی ظرف و کتک بخوری میفهمی حرفو. تو رو خدا دیگه کتک نزن. لیوان شکست و یه گاو میشی، کتک که بخوری آدم میشی. بابایی غلط کردم دیگه تکرار نمیشه. اگه تکرار کنی سری بد میخوری تیشه. از همتون بدم میاد، نمیخوام هیچ وقت مثل شما بشم. بابایی چیزی که نشد یه وقتی که دست تو نبرید. ظرف شکست فدای سرت، ظرفو میشه بازم خرید. بابایی حالم خوبه چقدر شما مهربونی. منم میخوام با بچه‌ها مهربون باشم و بهشون بگم اینو بدونی که بابا بزرگتون مهربون ترین بابایی دنیا بوده. رسی بابایی جونم، بابا بزرگم اخلاقش مثل